ولی خواهشی که من دارم خواسته هاتون رو از کانال دین برآورده بکنید تا حفظ بشید. همه خواسته هامون رو از کانال دین برآورده بکنیم. علما کتاب نوشتن جلوه های هنری در قرآن. اگر میخوای یک هنرمندی بشید، یک هنرمند دیندار بشو. اشکال داره؟ هنرمند دیندار بشو. مسلمانایی هستن که تابلوهاشون $50,000 $60,000 شاید قیمت داشته باشه، طراحن، ما نمیشناسیمشون. این دوتا انگشت جلوه های هنری خداوند در طبیعت مجسم میکنه و بهش روح میدمه. این طاها عثمان میشناسید؟ شنیدش دارید؟ چند نفر طاها عثمان رو میشناسه؟ شما از خط زیبا خوشتون میاد. زیباترین خط باید با اون کلام خدا نوشته بشود. تو هر خانه خط طاها عثمان هست، تو هر خانه مسلمان. طاها عثمان این هنری که بهش خدا داده، دست دیگه انگشت به همه طرف میچرخه. میتونه یک تصویر رو پوستر اصلا مبتذل تصویر بکنه، هست. ولی این آمده این هنر نقاشیش و خطاطیش و طراحیش رو آمده قرآن طراحی کرده. خواسته هاتون از کانال دین بطلبید. جلوه های هنری در قرآن. اگر معمارید، یک معمار دیندار بشو. اگر تاجرید، یک تاجر مؤمن و خیرخواه بشو. چه اشکالی داره؟ من دیشبم تو درکو میگفتم زشت نیست برای تاجر مسلمان که میخوان یک مهرجان و همایشی برگزار بکنن یک ماه، به تاجر مسلمان و مسلمان زادهش بگن پول لوتیهاش و جازش با توست. در 45 روز میشه مثلا 10 میلیون تومان تو پرداخت کنی. یعنی اون تاجر مسلمان بمیره بهترشه که کسی بهش بگه پول لوتیهاش باش توست. سبحان الله. به یکی دیگه بگن پول شرابش با توست، پول فلانش با توست، پول فلانش با توست. ولی وقتی یک همایش قرآنی برگزار میشه، مسابقات حفظ قرآن و صوت و لحن برگزار میشه، مسابقات مقاله نویسی و کتابخوانی و مسابقات خوب برای رشد جامعه و برای ایجاد انگیزه در جامعه و برای رقابت سالم برگزار میشه، کسی حاضر نیست جایزه بده. مسئول فلان بازار نمیدونم اینقدر تلویزیون 50 این به فلان فلان و فلان فلان. و دانشجوهای ما تو جزیره چقدر استعداد، ما رفتیم الان چاوی شرقی، چقدر استعداد اونجا نهفته است. همه کسانی که تو آزمونهای سراسری شرکت میکنن از همونجا، شاگردای نمونه از همون غرب، همونجایی که آفتاب غروب میکنه، نه اینجایی که آفتاب طلوع میکنه روشن میشه، اونجایی که آفتاب غروب میکنه، اونجا طلوع آفتاب جزیره هست. اگر بهشون بپردازید همون جایی که آفتاب غروب میکنه، در حقیقت آفتاب از اونجا طلوع میکنه. اگر اون استعدادها نگذارید که خفه بشه، پولتون رو صرف لوتی ها نکنن، صرف مهرجان های بیخاصیت نکنن، تاجری بلند بشه بگه من 20 دانشجو تحویل میگیرم، اون استعدادها تا دانشگاه میرسونمشون، تا پروفسور بشن، تا فوق لیسانس و دکترا بگیرن، من همراهشون هستم. اگر شخص هم میخواد بره تحصیلات حوزوی داشته باشه، من به پدرها بگم و به جوانای عزیز بگم، متاسفانه ما وقتی میخوام بچه هام رو بفرستیم برای درس دولتی، معدل 19 20 میفرستیم برای دانشگاه علوم پزشکی بیاد یه پزشک بشه. چرا معدل 19 نمیفرستیم حوزه علمیه دانشگاه اسلامی که اون یه پروفسور دینی بشه؟ برای حوزه های علمیه معدل 10 معدل 11 از همه جا مونده. به درس دینی خوبه، ملا شدن خوبه، آخر یه ملای ضعیفی میشه، بعد میاد صدبار و زکات بگیر جامعه میشه، همون کسی که فرستاده خودش دفن میکنه. این هم ملای شما.
و اگه بچه معدل 19 تو 20 فرستادی حوزه علمیه، همونی که امید داری یه پزشک خوبی بشه مردم نجات بده. ولی اکثر پزشکا امروز خیانتکارن، جلادن، قاتلن، کارت دستشون گرفته. میگه اول برو 2 میلیون به حساب بریز، بعد برو بخواب، اگه نداری برو تو ماشین بمیر. مگر کسانی که خدا رحمشون کرده باشه. ولی بازم ما پزشکان خوب داریم، باور بکنید. پزشکانی از همین جزیره داریم که تو بندر دارن کار میکنن. من رفتم تو مطبش، وقتی رفتم داخل گفت خیلی معطل شدی، چرا نگفتی خودتو معرفی نکردی به منشی به من زنگ بزنه که فلانی پشت در من شرمنده شدم. وقتی میرم پهلوش همجور که بچه‌مو ویزیت میکنه یه دو تا سوال شرعی هم میکنه. سبحان الله. فرصتیه، پزشک دیگه فوق تخصص، فرصت نداره، اهل جزیره است. بعد من میگه شیخ این شماره تلفن من به طلبه ها، به امامان مساجد، به علما، به کسانی که میدونید که شخصیتی هستن، شایدم ضعیف باشن، نداشته باشن، بیان بدون نوبت و ویزیتشو من نگیرم، زنگ بزنن نوبت رو از تو خونه بگیرن که آماده بیان اینجا معطل نشن. ما وظیفه داریم که احترام علمامون بکنیم. فوق تخصص بیمارستان داره میچرخونه. و بعد به انجمن ما نامه نوشته که هر مریضی که شما میدونید ضعیفه نامه بدید، ما ویزیتمون نگیریم. ویزیت فوق تخصص چقدره؟ خیلی ها دارو همراهش میکنن، همچی پزشکای هم داریم ولی خیلی نادرن. امروز خیلی کمیابن. وقتی علمای دین خواهن در میان به خاطر یه موتورسیکلت خودشون میفروشن. ولی اون معدل 19 و 20 رو بفرستید عالم بشه. وقتی فرستادید یک متفکر میشه، خودت هم لذت میبرید. متفکر جهان اسلام میشه و بعد خودت لذت میبرید. استعدادها رو تقسیم بکنید، تخصصات رو تقسیم بکنید. 10 نفر برن فلان رشته، 5 نفر برن فلان رشته، 4 نفر برن فلان رشته، 2 نفر برن فلان رشته. همه رشته ها نیاز ماست. همه جمع نشن مهندسی فلان عمران، مهندسی راه ساختمان و پزشکی. از بس همه فکر میکردن پزشکی، علوم انسانی راکت مون. کسی علوم انسانی نمیره. پزشکی کلاس گذاشتن. نزدیک 37,000 40,000 پزشک و پرستار بیکار تو کشور نمیدونن چه کار بکنن.